معرفی نوع‌های گوناگون هنرهای مردمی و تاریخ مختصر آنها از فرهنگنامه‌ها در بخشی از سلسله هنرهای مردمی. از سلسله هنرهای مردمی. گوهر چیست؟ سلام شنوندگان گرامی. گوهر، گوهر، جوهر، مروارید، دور. ماده آهکی لنده شکل که در جوف، کوکی، صدف، بعضی نمودهای مولوسک‌های بحری یا دریا پیدا می‌شوند. بعضاً با جوف این جانوران پرازیت، ریگریزه و غیره وارد می‌گردد و تدریجاً آنها پرده صدف پیچانده گوهر را به وجود می‌آورند. رنگ گوهر جلودار سفید، گلابی، زرچه، بعضاً سیاه می شود. اندازش از ذره‌های میکروسکوپی تا اندازه تخم کبوتر می شود. گوهر کلانی لنده و درست قالب گرانبهاست. عادتاً اندازه گوهر از نخود کلانتر می شود. گوهرهای اندازه‌شان خود را مروارید، سرختابی نسبتاً کلانش را دور می نامند. گوهر را از بحر سرخ و خلیج فارس، ساحل‌های شریلانکا، استرالیا، ژاپن و ونزوئلا به دست می‌آورند. در زمانهای قدیم از دریاهای روسیه، شاتلندیا، آلمان و چین و مملکت‌های امریکای شمالی نیز گوهر می‌گرفتند. گوهر در آسیای مرکزی، هندوستان و مملکت‌های دیگر شرق از قدیم الایام چند عصر پیش از میلاد معمول بود. گوهر را در مصنوعات زرگری، شده، حلقه، گوشوار، انگشتری وسیع استفاده می‌برند. در طب قدیم گوهر را برای معالجه بعضی بیماری‌ها در ترکیب دواهای گوناگون از جمله داروی چشم، سرمه سلیمانی نیز به کار می‌بردند. بنابر افزودن طلبات به گوهر در عصر 20 به طور صنعی حاصل کردن آن مخصوصاً در ژاپن اوج گرفت. با این مقصد به جوف مولوسک‌های بحری سقاچه‌های صدف می‌گذارند که از آنها در مدت معین گوهر حاصل می‌شود. سنگ قیمتی یاقوت، مرجان، لؤلؤ، بیشتر الماس. گوهر در فلسفه به معنای اصل، ذات، سیرشت استفاده می شود. به معنای مجازی، نژاد، نسب، فرزند، اشک و دندان. برای مثال فردوسی می گوید جوان بود و از گوهری پهلوان، خردمند و بیدار و روشن روان. یا در جای دیگر جامی نگاشته است منظور کنی به منظری خیش، پیوسته دهی به گوهری خیش. در ادبیات بدیعی گوهر صفت‌های گوناگون دارد. گوهری منظوم، گوهری برشته کشیده شده، گوهری ناب، گوهری تازه و مصفا و خالص، گوهری سراب، گوهری رخشان، گوهری فرد، گوهری فروزان، گوهری یکتا، گوهری یکدانه، گوهری شب افروز، گوهری شب چراغ، گوهری که در شب میتابد و یا میدرخشد. دانه مروارید، دو دانه مروارید، یک دانه مروارید، دو دانه
مرواری قدش بلند و باریک خودی سنا برواری قدش بلند و باریک خودی سنا برواری ابروهای پایوندش بالی کبوتر ماری ابروهای پایوندش بالی کبوتر ماری رقصیدن آش صدقه کفی لبی جرواری رقصیدن آش صدقه کفی لبی جرواری یک دانه مرواری دو دانه مرواری یک دانه مرواری دو دانه مرواری قدش بلند و باریک سنا برواری قدش بلند و باریک خودی سنا برواری یکای سفیدش برق دفتر ماری روی یکای سفیدش برق دفتر ماری با کلی مهینش دخیم چی ترواری با کلی مهینش دخیم چی ترواری یک دانه مرواری دو دانه مرواری یک دانه مرواری دو دانه مرواری قدش بلند و باریک خودی سنا برواری قدش بلند و باریک خودی سنا برواری یک دانه مرواری دو دانه مرواری یک دانه مرواری دو دانه مرواری шунавандаҳои гиромӣ, ин буд чанд маълумот дар бораи чӣ будани гавҳар пешниҳоди шумо гардид. поёни барномаи аз силсилаи ҳунарҳои мардумӣ. дар таҳия ва пахши он садобардор Дилшодӣ Мирзо, коргардон Зубайдуллоҳиҷон Муҳаммад, муҳаррир Гулистон Каримова саҳн гирифтанд. шод бимонед.